سلام دوستان، میخوام یه موضوع مهمی رو بهتون بگم. و واقعا تو این جنگ‌های اخیر و جنگ‌هایی که همین در زمان حال احتمال زیاد فردا معلوم نیست، این جنگ‌هایی که اتفاق افتاده و این اتفاقایی که تو این اخیر افتاده، زلزله و سیل و خیلی ها کشته شدن، جونشونو آدمای بیگناه کشته شدن، آدمای عادی و خیلی ها فرق نمیکنه. من بیطرف هستم، طرفدار صلح هستم و فقط میخوام کمک کنم به کسانی. من فرق نمیکنه و خیلی ها واقعا جای متاسفم، یعنی که خیلی متاسفم، خیلی دوست داشتم اونجا باشم، کمک کنم بهشون و تو این شرایطی هستم که نمیتونم از جایی که هستم تکون بخورم، یعنی که بتونم برم و از چند لحاظ که واقعا شرایطش نیست. و خیلی دوست داشتم تو این جنگ حتی حضور داشته باشم. من بیطرف هستم ولی که خب خیلی دوست دارم کمکشون کنم، جونشونو بالاخره نجات بدم دیگه. من جنگو دوست ندارم و لطفا اطلاع رسانی کنید، کلید بهشت رو دارم که بتونن اونا حداقل اگه جونشونو از دست دادن، من که نمیتونم جلوشونو بگیرم که جنگ نکنید و ولی که خب تو این شرایط اتفاق دیگه میافته و هر دو طرفشون بیمارن، مریضن و جنگ میکنه، فرق نمیکنه. امیدوارم که صلح بشه، امیدوارم که آرامش بگیره، آرامش بیاد همه جا و بتونیم حداقل یه نفس راحت بکشیم. واقعا انقدر که استرس و نگرانی و اینا همش به همراه داره. جنگ خوب نیست، بیشتر از همه صلح بهتر از جنگه واقعا. و لطفا اطلاع رسانی کنید که بتونیم واقعا نجات پیدا کنیم. هر لحظه ممکنه یه اتفاق بدی بیفته، هر لحظه ممکنه اتفاق بدی بیفته. از شما خواهش میکنم که کلیپ رو دست به دست کنید، برسونید به دستشون، حداقل که اگه خدای نکرده اتفاقی براشون افتاد حداقل بهشت که برم. من که اصلا میگم جنگ نکنه، اگه اونجا هم باشم حالشون میدم، میگم وقتی که میخواد شلیک کنه حالش میدم بیفته اون. من هر دو طرفشون مهمن، یعنی که فرق نمیکنه که همین بر و اون بر، دو طرف رو دوست دارم کمکشون کنم. لطفا اطلاع رسانی کنید، جدی بگیرید، واقعا جدی بگیرید. شبتون خوش، مراقب خودتون باشید.